یکم اکتبر در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم دایر گردید. طبق روزنامه در جلسه 43 مسئله بررسی شد. اعضای شورای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات میانه کسبی که در شکل مکمل قبول گردیده است، اینچنین قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان و عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه جلسه از جانب اعضای شورا سندهای قانونگذاری عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس‌های منزل و گمرک جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه‌های نشأه‌دار، ماده‌های پسیخوتروپی و پرکورسورها، عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت‌دهی، عاید به وارد نمودن تغییرات علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری رادیاسیونی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی دهقانی فرمری، عاید به وارد نمودن تغییرات علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوابگری برای پایمال نمودن کشتزار، ضرر رسانیدن به زراعت کشاورزی، توتزار و دیگر درخت و بوته‌زار بررسی گردید. اینچنین قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معرفت اکولوژی اهالی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جمع‌آوری، نگهداری و استفاده بری عاقلانه ذخیره‌های ژنتیکی نباتات کارم، عاید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودک، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، عاید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات علاوگی، عاید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره باج دولتی، عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سودای خارجی و عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حجت الکترونی و امضای الکترونی محاکمه گردیدند. طبق روزنامه جلسه، اعضای شورا پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را درباره بازخواند و انتخاب نمودن معاونان رئیسان و سودیه‌های سود کنستیتوسیونی، سود عالی و سود عالی اقتصادی بررسی کردند. همچنین عاید به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب مشورتچیان خلقی سود عالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 و پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره به کاتگوری دهه منصوب دانستن محل اهالی نشین دشت 8 دهات عینی ناحیه عینی ولایت سوخت و عوض نمودن نام آن به وحدت آباد قرارهای داخلدار شورای مجلس ملی قبول گردیده با ترتیب مقرر گردیده برای بررسی به اجلاس سیوم مجلس ملی پیشنهاد کرده شدند.